کجا رفتی تو 1 ساعت واسه میکروفون تو؟ السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسونیم به هر یک شما. امروز جماعت شاهنام باز یک برنامه نوین را که با نام سیاحتیان جوان است میخواهیم پیشکش شما کنیم. امروز از سلیسکی سر کرده با آن دهه هایی که کوهستان است، در آن جایهایی که جای زیارتی و استراحتی است، آنجا ها رفته مهمان میشویم و البته در آن جایها چخیل نقلیات ها، اتومبیل ها یعنی که مارشروت ها روانه است، رفت و بیا میکند. طرز رفتنش را، طرز در آنجا چخیل نشسته استراحت کردن را و البته جایهای استراحتی را همراه شمایان با هم میبینیم و همراه ما قدم به قدم به دهه آهلیک امروز روانه میشویم. با ما باشید، رفتیم. سلیسکی یعنی بازارچه. شما از اینجا آمده بازار کرده، آن محصولات های به خودتان لازمه را گرفته، البته برای استراحت تیار شدنتان ممکن است. رفتیم. السلام علیکم. از شما سلامتی نظم. من در اینجا نانهای سمرقند، نانهای کلان با نان دولتک سلیسکی آمده پرسیده اگر نان دولتک کدام گید، اگر بسیار هم نانهای بولذت البته پیشکش شما کردن ممکن است. اینجا از سلیسکی تا دهه آهلیک میرفتگی مارشروت یعنی اتومبیل ها بوده است. حاضر رفته همراهی رانندگان میپرسیم کنی چند کیلومتر است، نامری اتومبیل ها را میپرسیم کنی. بیا. السلام علیکم. شما نظمی، سلامت نظمی. السلام علیکم. ما فهمیدیم که از سلیسکی تا آهلیک از همینجا نقلیات یعنی دمس‌ها روانه میشده است. اکثر سیاحتیانی که از دیگر دولت‌ها از سمرقند بیاین نمیدونن فقط تاکسی روانه هستند. این چخیل دمساتون چند پولی، چخیل تا چند کیلومتره؟ مسافت چند کیلومتر؟ تا کنشکه 17 کیلومتر کتی 5000 کتی 5000 کتی. من بیننده های عزیز گواهی آن گشتیم که از خود سلیسکی تا 15 کیلومتر شما میتوانید 5000 سوم کتی رفته در آنجا استراحت کرده همراه عائلتان آمدنتان ممکن. حاضر راه به راه طرز رفتن آهلیک را به شما نشان میده. رفتیم از در قپوی وزارت خواجه احراری ولی روانه است به دهه آهلیک. من میبینید که 256 سلیسکی آهلیک مارشروت ها در خدمت شمایان است. ما در درآمدگاه آهلیک ایستادیم که از این نوشتجات دهه آهلیک آغاز می شود، سر می شود. حاضر تا رفتن چند جای نشسته استراحت کرده. خلاص جایهای زیبا را، دهه خوشمنظره را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، شما تیار باشید، رفتیم. السلام علیکم. السلام علیکم. نظم شما. رحمت شما باشن. حاضر ما از سلیسکی آمده ایستادیم بهر نفرانی که برای زیارت آهلیک برای دمگیری میبیایم. نشان میدیم که در جایهای چنین کوهستان چون جایهای زیارتی است. حاضر بیرون هوا بسیار هم گرم تابستان دیدیم که یک جای سلقین بمانند. چه خوراکواری دارد، چه چیزهای نشاکی دارد؟ خوراکواری همه چیز از پخته‌برداری میکنیم.
یکی خوراک‌هایمان همین بارد که ششکم هست، کنچوم هست، طبقه هست، و کلیتو جزبیز باید میکنن، جزبیزم هست و شی پیری میکنیم. خواهشی البته میجاز ها با کلینتای همون خواهشی کلینتای مامان کردن و تایور. همطور. چون که من وایمون هست، من پورو خیلی پورو برای خودم همه اینوی خودی اینجا بیگونه بودم نه همه کلینوی برای خودم. البته. وای حاضر همه میدونه که بیگونه همه در اون باید چیزایی برای سلطنه و خونی سلطنه کنده سینه راوت کنی سر بولو با من اینجا من مرامت بینید. اگر که خواهی من بود نپیتکوی خلاب نی نپیتکو هست من از وایمون. خیلی نباشد درون داریم. خیلی. من اینجا وای سالاد میکردی جومو سالاد میکنیم مرامت بینید اگر خواهیتون اگر من سالاد میکردی جومو من اینجا با پسودومو میستود من اینجا پسودو همه چیزو من اینو عبارت من اونجا با کوخنیومو من کوخنیوم خواهید کوخنیوم نبینید مرامت من دیگه یکی بچه دیگه یکی من اینجا کوخنیومو گر خواهید آدم‌ها میخوان که شینن بهره برن من اینجا جای سالقین من مرامت شما دوریتون من کندیسیونر کورکایس است دوتا کندیسیونر کلون من اینجا با من آدم‌های شته خدمت آدم‌ها ما تیار ما برای آدم‌ها برای ما برای جای یکم جا میستن البته رحمت برای مهمانداری تشکر حاضر ما خیلی که تاکید کردن در حقیقت حاجت تعریف نیست که بسیار هم جای سلقین و به هوا بیرون که تابستانی گرم است چون در تگ کندیسیونرها نشسته استراحت کردنتون ممکن است من در اینجا پیش خدمتان علاقه بحری ما منیو میبیارن کنی السلام علیکم در اینجا بسیار سالاد ها هست حاضر تا تیار شدن سالاد ها بحری ما نوشاکی البته ترخون بیارید دوتا تا آن دم باشد اگر اپراتوری ما کاری خود را دوام میکنن بعد از آن برای تناول کردن یگان چیز میگوییم تو کجا گشتی این ترخونی یختک با فکرم گرم میشه تا تو این قطره نوار میگیری یا تیز نیست باید با دیگر جایها رویم رحمت برای نشاکی های سلقین آمده نوری دیده تشکر در این همه وقت شوجما رستوران برای خلق تیار همه وقت خدمت با تیار با این هم حسین جان ما برای خلق من اینجا باید نوای خونک شده راست؟ ممکن نگرم کتی خلق تعمیر کرده البته خواهی دیگر نشون میدی البته کنی رفتیم من نگردیم السلام علیکم آرمای آها انا بوی نان و من بوی نان ما هر گشت برای مخلصان میگفتیم که اگر امکان میبود برای شما بوی ها و طعم های با لذت رو پیشکش میکردیم من امروز باز در نانوای خانه هستیم که در اینجا نان های چپ چپ تیار میکنند در آنجا عبدالله جان گیر در آنجا نان های تیارش هم بوده است برای همین نان های خلق ما فقط سریسکی هر جو میرفتن نه حوض خدا با شکر من همینجا تعمیر کرده استاده ما نانهای گواهش گشتیم خیلی که نانهای جدا هم با لذت و زیبا تیار می شده است برای من همین نوع خلق خدا ما فقط سریسکی هر جا میرفتن من حوض خدا با شکر خلق همینجا اومده نون گیسته است و کیسه خلق بخیلم دوالنی با اکوی نه خلق میدونه اینم پیشروی ده ها البته پیشروی کوهستانی عزیزم حرکت کیسیم که خلق با آسون شود البته ما برای خلق هم برای ما همین ده رحمت شما و البته نیز باز مهمان این خیلی جایهای شما میشویم رحمت شما خوش آمده البته حاضر منزل نوبتی ما سال بالاتر در آنجا در راه ها
ما البته در اینجا ششلیک تیار میکنن. در اینجا انا نپیتکه های سلقین را، نوشاکی های سلقین را بهر مخلصان، بهر البته میجاز ها تیار میکنن. در آنجا ششلیک خانه ما روانه هستیم و دهه بالا آهدی کیمیانه، یعنی که بالاتر میرویم. در آنجا در کوچه ها مکتب و بسیار جاهای زیبا است. شنیدن بود که بود مانند دیدن رفتیم. سحرگاهم به وصفت می سرایم، دیاری نازنینی نامدار، غزل خوانن به وصفت بلبلانم، غزل خوانن به وصفت بلبلانم، سلیم حضرت مراد اعظم، آهلیکم سرزمینی زرنسار، تو به من هم زادگاه هم داری وقتی امیدم، آهلیکم 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 سرزمینی زرنسار. ما حاضر آمدیم به آهلیک میانه که شما گواهی آن گشتید که در آنجا مکتب بود با رقم 18 و در آن لبی ره باشد اگر یک جای سپورتی ورزشگاه، البته که در آنجا فوتبال بازی میکنند بچه ها، دم بیکاری خود را با سپورت و ورزش ها مشغول میشوند. این جایی که ما ایستادیم در دهه آهلیک، یک جایی که بعضی ها روزهای خورسندی و البته آن شما میتوانید آیلوین آمدن نشستنتان ممکن است. حاضر ما در طرفخانه بنیادکه هستیم. من در اینجا باز یک طرفخانه نوین در نزدیکی کشاده میشود و پیشکشی شمایان میکنیم. البته حاضر باشد بهر شما. مقصدی که امروز ما در اینجا آمده نوار گرفتن ما از آن است که در اینجا آمده نیز نشسته از طعام ها استعمال کرده، از نوشاکی های سلقین استعمال کرده در اینجا دم گرفتنتان ممکن است. بیایید که در اون کی ها هست. السلام علیکم. من آن جایی که در بیرون قید کردیم در بالا بسیار هم جای منظروی، درختان زیبا، علاقه در اینجا میجاز هاش تنوع کردن ممکن نیست باید که آنها را گیریم و در اینجا آمدن نیست شما نشسته استعمال کردنتان ممکن است. از نمودهای بسیار ششلیک ها، از نمودهای پختن طعام های پرنده ها، یعنی که مرغ، کریلیچکا، خنچه ها، تبکه، مرغ سرخ، کرانچی، جیز و البته برای ما قید کردن که در اینجا در مدت کوتاه سالاد هایی که شما میخواهید آنها تیار کرده دادنشان ممکن است. خلاص برای شما نیز توصیه میکنیم در آنجا آمده نشستنتان را. آهلیکم سرزمینی زرنسارم، تو و من هم زادگاه بود هم دری وقتی امیدم، آهلیکم 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 سرزمینی زرنسار.
криличка қаначаҳо, албатта қаначаҳо ки номи оҳаликро машҳур кардааст, аз тамоми шаҳр, аз берун шаҳр мебиёянд. хостем боз дар ин ҷо меҳмон шавем. баъде ки оҳалик омадед, албатта ин ҷо медароед, мо ҳам медороем. рафтем. ассалому алайкум. мана рӯинҷон ҳозир чӣ хеле ки мо медонем, барои мо маълум, барои бинандаҳо номаълум, аз дигар давлатҳо, аз дигар вилоятҳо моро тамошо мекунанд. инҷо чӣ хеле ки як ҷои бисёр ҳам зебо, мана шумо обод кардед, номи оҳаликро бардошта истодаед. як қадри маълумот барои таом ки шумо тайёр мекунед. дар ин ҷо фақат криличка аст. Самарқанд ба номи Самарқанд баромадааст номаш. аз шаҳри Самарқанд, аз Тошканд, аз Бухоро, аз Қарши, аз Тоҷикистон омадааст ба ин меҳмонҳо. истироҳат мекунанд. албатта мо ҳам як рӯз дар ин ҷо нишаста будем, бинандаҳои мо. албатта гувоҳи он гаштем ки як гурӯҳ санъаткорони ҷумҳурии бародарии Тоҷикистон омада дар ҳамин боло нишаста, ҳамроҳи онҳо ҳам суҳбат шуда будем. чӣ хеле ки таомро инҳо тайёр мекунанд, мо аз хӯрдану аз танаввуъ карданаш баҳраманд мешавем. бисёр ҳам таоми болаззат аст. албатта шумо гувоҳи он гаштанатон мумкин аст, диданатон мумкин аст ки дар ин ҷо бисёр ҳам ҷойҳои зебо аст. мана рӯинҷон низ монанди падарашон Ифтихорамак, монанди Ризвонҷон моро бо як кайфияти аъло пешвоз гирифтанд. мо ки инҷа махсус омада навор гирифтанӣ будем. мана имрӯз он рӯз омада будааст ки албатта наворҳоро гирифтем, пешкаши шумо кардем. инҷа танҳо криличка, яъне қаначаҳоро пешкаши шумо мекунанд. албатта нӯшокиҳои салқинам ҳаст, кӯлҳо ҳаст, то'рими даруни кӯлҳо ба паррандаҳо ҳаст. паррандаҳо ки низ аз он чӯҷаҳо, албатта урдакчаҳои хурдакак баҳри фарзандони шумо тамошо карда ин ҷо низ бехатар асту дар ин ҷо низ истироҳат карданатон мумкин аст. баҳри мухлисон, баҳри бинандаҳо мегӯем биёянд, мо хизмат ба албатта истироҳат кунанд. امروز نیز در قناتچه‌ها کریلیچکی مهمان شدیم و طرز تیار کردن را، جای نشستن را، نوشاکی ها را پیشکش شما کردیم. شما نیز آمده چنین نوشیده طعام ها را تناول کردنتان ممکن است. در اینجا استراحت کرده از طبیعت زیبا بهره مند شدنتان ممکن است. با ما باشید، بالا میریم. خیلی بیایید.
مناظر آخری دهه آهالیکی میاناب آمدیم. از اینجا سر میشود آهالیکی بالا. حاضر آن مارشروت هایی که از سلیسکی میبیاید گفتیم میبینیم که من در اینجا ایستاده بودیم و فکرم اینجا آخری انامی مارشروت ها بوده است. حاضر رفته از آنها میپرسیم. کنی در حقیقت 15 کیلومتر است می. السلام علیکم. السلام علیکم. نظم شما. مانده های کار. السلام علیکم. نظم شما باشه. حاضر برای بیننده ها گفتیم که مارشروت 256 بغیر از تاکسی ها به دهه آهالیک رفت و بیا میکند. از سلیسکی از انامو مرکزی شهر تا دهه آهالیک چند کیلومتر؟ 15 کیلومتر. 15 کیلومتر. با چند پولی معین میبیاریم؟ 5000. 5000 کتی بیننده ها 5000 که تا آن همین دهه آهالیک آمده دم گرفته استراحت کردنتان ممکن است و خودی آن همین راننده ها به هر شما جایهای زیبا را توصیه میکنند و تا آن همون جایها برده جای به جای کرده نیز از آنجا گرفته آمدنشان ممکن است. این است نقلیات ها به هر شمایان 256 آهالیک و سلیسکی. با ما باشد رفتیم بالا میریم. رحمت. رحمت. ساق باشه. ساق باشه. استانبول آمدیم با آخرین جایهایی که انسان ها زندگی میکنند آمدیم. با آن جایی که باد و هوای تازه دارد آمدیم. با آن جایهایی که چشمه ها یک جای شده یک سایه کلان را مجسم میکنند در پایان این دریاست. آمدیم به جایی که از شهر و کنارها برای تماشای اینجا میبیایند. به آهالیکی بالا. از اینجا سر می شود کوهستانی. از اینجا سر می شود البته استراحتگاهی بچگانه. در اینجا باغ‌هایی که آمده نشستنتان ممکن است. حاضر آهسته آهسته و نوارها کوتاه کوتاه کرده پیشکش شما میکنیم. نه در نوارها شما میبینید باغ ارگش بابا را. در آنجا کپروگ یعنی که پلی که هست آنجا میگذرید. این راهی که میبرد به استراحتگاه ها اولین نش باشد. یکی از جایهای بهترین فرهادکه، بعد از آن سعدی بابا و غیر انسان ها در آنجا جای دارند. ما که نیز در نزدیکی همراه جماعت خود نشسته بودیم در یکی از جایهای بهترین در خانواده تقای خود همسایه سعدی بابا نشستیم استراحت کردیم و خواستیم که این دهه عزیز را همراه شمایان به هم بینیم. از امروز آغاز کرده به دهه های همسایه، به دهه های کوهستان و محله های سمرقند، بعد به همسایه ولایت ها سفر کرده در آن جای ها نوار گرفته همراه شمایان به هم میبینیم. امروز ایجاد را سر کردیم، خواستیم همراه شمایان به هم بینیم. همیشگی و همه وقت با جماعه شهنان مانید. امروز جماعه شهنان باز یک برنامه سیاحتچیان جوان را که گروه ما جوانان است، جوانان سرمشقت و پر استعداد همراه شمایان فخر میکنیم که با ما هستید. با ما باشد با شبکه شهنان با این برنامه اولین و خردکک سیاحتچیان جوان.
زندگی از باغ خود و فکرم پمیدار میچینن یا باغ خود را سرانجام میکنن. بیایید کنی همراهشون هم صحبت میشویم. بیایید. السلام علیکم مانده های کار. السلام علیکم. خاله جان نظم شما مانده نشده. ما میبینیم که چه که در دهه ها چنین کوهستانی ها با باغ‌های زیبا برپا کرده. این سبزه های گل ها رو بینید، این میوه ها رو بینید. چه که من پمیدورها حاصل ها از باغ خود میبراید. چه زندگی در دهه؟ زندگی نه خدا باشکر همش نه حالیامون هسته نه اکینا گفته گفت که من پمیدورامون البته از آبهای زلالی آبامون هست خدا باشکر من البته تناول کرده روی دسترخوان و بزکی دسترخوانی ما میشود. البته رحمت شما. و ما یک برنامه نو را کشیدیم که با نام سیاحتچیان جوان از چنین دهه ها رفته طرز زندگی آنها را نوار گرفته و تمام روی دنیا معلوم کرده هستیم که چقدر زیبا جایها داریم. من نیز در نوارهای ما شما هستیم. البته پنجه وطن ما به چشم نرسد و چنین گلگل شکوفان شده گشتن گیرد. باز یک بانوی خاندان، مادر عزیزی خاندان که در وقت بیکاری خود با کشت و کار مشغول هستند. ما میبینیم که پمیدارهای زیبا را کنده برای نبیره هایشان، برای اویلهشان پیشکش دسترخوان میکنند. چه که در دهه ها طرز زندگانی بسیار هم زیبا است عزیزان. السلام علیکم خاله جان عزیز. نظم شما سلامتی نظمی مانده نشده و فکرم از معرکه برمیگردیده. از روزی خرسندی بگذار آبادی وطنم و چشم نرسد و همین روزهای خرسندی همیشه شود. حاضر کم باشد هم برای بیننده های ما یک قطر معلومات میدادید برای اهالیک عزیزم. اهالیک این جدایم منظری زیبا جدایم و اینجا همه چیزهای طبیعی خدا بشکر. من همینجا من همه 87 سال همه بالا به تویشت آمدگیم. طرز حیات طرز زندگی من جدایم خرسند هستم حسین جان. همه آدموش نقص اهالیک این جدایم آدموش مهمون دوست چی میگم مهمون دوست و آدمای چی میگم انسان‌های خاکسار، انسان‌های صمیمی هستند و همه یک دیگرش میشناسند. در هر یک توی معرکه ها همه یک دیگر رو میبینیم. البته رفت و آدماش هم دیگر بخور جدایم آدمای اهالی بالا جدایم آدمای ناز. بهر مهمان ها چی میکنیم؟ توصیه میکنیم که اهالیک بیاین دم گیرن. اهالیک بیان دم گیرن. من اینجا مزه کدارم استراحت کدارم. در دروازه ما کشیده برای مهمان. دروازه ما کشیدگی برای همتون خوش آمدن. نور دیده تاج سر. البته آمده با بشکر ناز من بینه چخیل منظره های خوش رو اینجا چخیل آدمکای خاکسار. من همه طرز حیات من همه زندگانیاشون همین من هم خودش به یارشه من همه گو مال من همه خیلی چیزا کتی مثال زندگانی هم خوندگی آدمایم اینجا مول آدمای با محصولیت هم خیلی آدمای مهمون دوست جدایم اینجا با مول. رحمت شما با سلامت باشه. ساق باشه شما. سلامت باشه.